پول ما تو حسابشه. ای وای، باز شروع شد. چه خاکی توی سرمان بریزیم. خدا آقا، موشک پرانی هم میکنیم. خنگول، ملت در فینیتو بر سرمان ریختند، به اهالی که نمیتوانیم موشک همی بزنیم. کت خدا محاکمهشان بنماییم. گوشخوار، تو گوشت را بخور، تو را چه به این حرف ها. کت خدا، به نظرم اول نهار بخوریم، بعد تصمیم بگیریم ببینیم چه کار کنیم. ریس ریس کارد بخورد آن شکمت، نقشه هایتان به درد عمه جانتان میخورد. بهترین راه این است که این راد را به جان اهالی همی بیاندازیم، بقیه تان هم هوایش را داشته باشید. اسمش را هم میگذاریم طرح زور. آهای ریسیسه، کجایی؟ من تنها ماندم. من دارم نهار میخورم. قال تو بیا. من مشغول هوا کردن موشک همی میباشم. گوشخوار تو بیا. مردک بازی کی بود را همین نینداز. من فقط میتوانم یک قندان برایت پرت کنم. راد باید گم بشه، اشکش دم مشکشه. کت خدا رو تو کم کن، همه سگاتو جمع کن. راد باید گم بشه. کت خدا این دفعه هم بز آوردی.